سلام. این هفته در آفساید پدیده داماد سالاری رو مورد بررسی قرار میدیم. دامادها در واقع بعد از پدیده آقازاده ها نسل سوم راندخوارهای نظام هستند که الان دیگه در معرض توجه عموم قرار گرفتند. در واقع این ماجرا با انتصاب داماد روحانی به معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت کلید خورد. البته ممکنه بگید که این که اتفاق جدیدی نیست که توی این حکومت هزار فامیل یکی از بستگان مقامات به یک پستی برسه، ولی چیزی که این بار شاید جدید بود انعکاس موج منفی قوی در شبکه‌های اجتماعی بود که به برنامه‌های تیوی ریش هم سرایت کرد. بعد من داشتم با خودم فکر می‌کردم خب این آقازاده و خانمزاده و اینا که گفتن خب ما یه ژن خوب داریم به خاطر اینه که هی همینطوری داریم رشد می‌کنیم. خواستم ببینم این دامادا دقیقاً چیه خوبی دارن که دارن رشد می‌کنن. بیایید هر چی آقازاده، خانمزاده، داماد، باجناق، شوهر خواهر، همه اینا رو اخراجشون بکنید و قولم بهتون میدم که هیچ اتفاق بدی توی مملکت نمیفته. البته چون این موضوع به باند روحانی مربوط میشد، در تیوی ریش هم برنامه‌هایی که مال باند خامنه‌ای هستند از این فرصت حد اکثر بهره برداری رو کردند. این موجی هم که اینطوری صحبت میکنه اصلا اتفاقی نیست یا مثلا از دستشون در نرفته، بلکه برنامه‌های تلویزیون آخوندی بین دو باند نظام تقسیم شدن. بعضی ها مجری و عواملش مال باند روحانی هستند، بعضی مال خامنه‌ای که در این فرصت گروه دوم با هر نیش و کنایه‌ای که تونستند حال رقیب رو گرفتند. البته خب تازگیام شاید یک انتصابی بودیم، انتصاب آقای شادوماد که تازگی‌ها در این حوزه منصوب شدن که امیدواریم با تدبیر ایشون این مشکل زمین و فرونشست زمین توی تهران و کل کشور حل بشه. البته انشالله که تخصصش رو داشته باشن. موضوع سوابق و تخصص این داماد روحانی بیدلیل مورد سوال واقع نشده، چون این طرف که اسمش کامبیز مهدیزاده بوده متولد 1364 و تا یک سال پیشم اصلا شناخته شده نبوده، ولی خودش خیلی عشق پست و مقام دولتی بوده، چون در توییترش از همون یک سال پیش که نگاه کنی نصف توییتاش در حال خودشیرینی برای روحانی و مجیزگویی قاسم سلیمانی و خامنه‌ایه و خلاصه حرفش اینه که ما رو هم بازی بدید، یه جایی تو وزیری، معاون وزیری، به ما تازه واردها هم یک پستی بدید. حتی یک بار به کرسی مورد نظرش چشمک هم میزنه و مستقیم درخواست میکنه که معاون وزیر صنعت اگر خسته است استعفا بده، یعنی خلاصه جا باز کنید که من بیام. ولی خب با این توییت ها به جایی نمیرسه تا اینکه در تابستان امسال با یکی از دختران روحانی ازدواج میکنه و میشه داماد روحانی. از اینجا انگار پله برقی ترقی رو گذاشتن جلوی پاش. اول میشه مشاور علمی و فناوری روحانی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه انرژی و بعد هم چند روز پیش میشه معاون وزیر صنعت روحانی که با مخالفت شدید در فضای مجازی روبرو شد. طوری که روحانی گفت اصلا من خبر نداشتم. نسبت به انتصاب داماد آقای رئیس جمهور انتقادات زیادی شده. نظر ببینید آقای رئیس جمهور که اصلا در جریان این انتصاب نبود. آقای رئیس جمهور خبر نداشتن به هیچ وجه. یعنی روحانی اصلا خبر نداشته که یکی از مشاورای خودش که به طور اتفاقی باهاش یک نسبت خانوادگی هم داره قراره بشه معاون وزیر. یعنی نه تو خانواده نه تو محل کار هیچکی بهش نگفته بود. احتمالاً همه میخواستن یک دفعه سورپرایزش کنن. شاید هم نمیخواستن که روحانی با این تصمیم مخالفت کنه، چون روحانی اصلا دیدگاهش این نیست. شما دیدگاه آقای رئیس جمهور رو میدونید، به هیچ وجه هیچ کسی رو توصیه نکرده است و نخواهد کرد برای اینکه از فلانی به دلیل اینکه دوست هستش یا به دلیل اینکه آشنا و فامیل هستش استفاده بشه. خب این عملکرد ایشون بوده در این 5 سال و نیم گذشته. در مورد دیدگاه روباه بنفش من کاری ندارم، اما در مورد عملکردش تردیدهایی وجود داره. فقط کافیه که به این لیست یک نگاهی بندازیم. برادرش حسین فریدون همه کاره و دستیار ارشد روحانیه که بعضیا بهش میگن رئیس جمهور پشت صحنه. پدر داماد حسین فریدون غلامعلی خوشرو نماینده رژیم در سازمان ملل. خواهرزاده روحانی اسماعیل سماوی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری.
خواهرزاده دیگرش مهدی مونسان رئیس گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران، پسر عموی روحانی عبدالحسین فریدون رئیس هلدینگ و مشاور وزیر علوم و هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ایران خودرو و نوه خواهرش طاهره قیومی مسئول روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری، پسر عمه روحانی علی اصغر پیوندی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، شوهر خواهر روحانی دبیر شورای عالی گزینش ریاست جمهوری و این لیست همچنان ادامه داره. ولی روحانی اصلاً علاقه ای نداره که از فامیلهاش استفاده بشه و خودش هم از این انتصاب‌ها خبر نداشته. ولی هرچه که بوده این یکی آخری بیشتر از 2 روز دوام نیاورد و زیر فشار افکار عمومی مجبور شدن برش گردونن به همون شغل قبلیش. به نظرم چون این منتفی شده، اون عزیزمون هم واقعا یکی از نیروهای نخبه بوده. حالا خودشون هم اظهار تمایل کردن که یعنی فرمودن که با این اوضاعی که شد، البته خب در حق ایشون یه مقدار اتشاف شد بعضی مطالب، یعنی واقعا یک نیرویی که نخبه بوده، تحصیلات مرتبطی داشته، فقط صرفا به خاطر انتساب به یه مسئولی خب مورد هجمه قرار گرفت. ولی ایشون خب خودشون منصرف شدن دیگه، ترجیح دادن که در همون کار علمیشون و پژوهشیشون ادامه بدن. کاربران توییتر در مورد انتصاب داماد روحانی به معاونت وزیر فرضیه‌های مختلفی ارائه کردند. یک فرضیه اینه که به درخواست دخترش این کار صورت گرفته. بابا چرا فکری برای اشتغال جوونا نمی‌کنی؟ چی شده باز؟ شوهرم بیکاره. مگه دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه انرژی نیست؟ آخه اون سمت در شأن داماد رئیس جمهور نیست. قبلش که اصلا شغل دولتی نداشته. بابا خیلی خوب، معاون وزیر چطوره؟ ممنون بابای مهربونم. فرضیه دیگه فرضیه سفیدسازی چهره روحانیه، یعنی همش سناریو بوده. ببین پسر، فردا میذاریمت معاون وزیر. اگر کسی چیزی نگفت که مبارکت باشه. اگه اوضاع بیریخت شد برکنارت میکنیم، بعد هم میگیم نذاشتیم فامیل بازی بشه. اینجوری تو همون پست قبلی تو داری، منم میشم قهرمان هفته. البته بعضی هم این رو به حساب بیعقلی روحانی گذاشتن و بهش گفتن اگه میخواستی این کار رو بکنی اول معاون وزیرش میکردی بعد دامادش میکردی. اون وقت تیتر خبر برعکس میشد، میگفتن معاون وزیر داماد روحانی شد. دیگه هیچ کس هم اعتراضی نمیکرد. به هر حال این هم رویه‌ایه که ممکنه در آینده مقامات به کار بگیرند. اما نکته مهم اینه که ژن خوب و داماد سالاری فقط اختصاصی باند روحانی نیست، بلکه همه مهرهای نظام از هر دو باند در این زمینه ید طولایی دارند که برخی نمونه‌هاش در روزهای اخیر داره یکی یکی بیرون میزنه. داماد احمد خاتمی شده رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه. داماد رحمانی فضلی مشاور وزیر کشور و رئیس دانشگاه آزاد واحد آکسفورد در لندن. داماد محسن رضایی عضو هیئت مدیره و معاون ارضی بانک شهر. داماد وزیر آموزش و پرورش شده دستیار ویژه وزیر آموزش و پرورش. داماد شوهر خواهر روحانی شده مدیر عامل خدمات و آب سازمان منطقه آزاد کیش. داماد ناطق نوری شده معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران. و داماد این رئیس اینجا و داماد اون رئیس اونجا. خلاصه هر کی تونسته هر کدوم از قوم و خویش‌هاش رو یه جایی دستشو بند کرده. اما چیزی که فرق کرده اینه که از این به بعد دیگه موضوع داماد سالاری هم مثل پدیده آقازاده ها و ژن خوب زیر ذره‌بین ملت قرار گرفته. طوری که این بار احمد خاتمی هم مجبور شد بلافاصله یک کاغذ بده و اینم بگه که منم اطلاع نداشتم دامادم داره چه پستی میگیره. سخن آخر این که تنها نتیجه‌ای که این ماجرا برای نظام ولایت داشت رو شدن ابعاد جدیدی از فساد و راندخواری حکومتی و افزایش نفرت عمومی از تمامیت این رژیم فاسد. خدا نگهدار شما.